چطور تعارض میان نیروهای انسانی رو به فرصت تبدیل کنیم؟ سلام به شما مدیران، صاحبان کسب و کار، کوچ‌ها و همه عزیزانی که در مسیر رشد سازمانی و توسعه فردی گام برمی‌دارند. میترا اسکندریان هستم، مدرس، مشاور، کوچ و منتور کسب و کار و در این اپیزود میخوام درباره یکی از پرتکرارترین و مهمترین چالش‌های سازمانی براتون صحبت کنم. چیزی که خودم سالها در سازمان اون رو زیست کردم. تعارض بین نیروهای انسانی. تعارض چیه و چرا به وجود میاد؟ تعارض در سازمان چیز عجیبی یا غیر طبیعی نیست. اتفاقاً نشانه ای از پویایی و وجود دیدگاه‌های مختلف در تیمه. تعارض وقتی رخ می‌دهد که تفاوت در ارزش‌ها، اهداف، سبک‌های ارتباطی یا حتی شخصیت افراد به برخورد یا ناهماهنگی منجر میشه. برای مثال وقتی یک کارمند خلاق که علاقه‌مند به انعطاف هست با یک مدیر نتیجه گرا که نظم براش اولویت داره همکاری میکند، اگه به خوبی مدیریت نشه لذا زمینه بروز تعارض فراهم میشه. کلاً 3 دسته رایج تعارض ما در سازمان ها داریم. یکیش تعارض وظیفه‌ایه. وقتی افراد درباره نحوه انجام کار یا اولویتمندی اختلاف نظر دارند. دومی تعارض رابطه‌ای که ناشی از تفاوت شخصیت‌ها و احساسات یا سبک ارتباطی هست. و سوم تعارض ساختاری که مربوط به ساختار قدرت، سلسله مراتب یا منابع محدود در سازمان و کسب و کار هست. البته لازم به ذکره که تعارض لزوماً منفی نیست. یکی از باورهای اشتباه در سازمان‌ها، کسب و کارها اینه که تعارض نشانه مشکله، در حالی که تعارض، اونم تعارض مدیریت شده، میتونه نوآوری، تفکر انتقادی و رشد تیمی رو افزایش بده. و اون چیزی که خطرناک هست تعارض پنهان یا حل نشده است که منجر به فرسایش اعتماد، افت بهره‌وری و جدایی نیروهای کلیدی میشه. چطور به عنوان مدیر، صاحب کسب و کار تعارض رو مدیریت کنیم؟ یکیش میتونه شنیدن فعالانه باشه. اولین قدم اینه که بدون قضاوت و با ذهن باز طرفین تعارض رو بشنویم. بسیاری از تعارض‌ها به خاطر سوء تفاهم، نه نیت بد. یکی دیگه ایجاد فضای امن روانیه. اجازه بدید اعضای تیم بدون ترس از قضاوت شدن یا توبیخ شدن نظرشون رو مطرح کنن. این فضا بهترین بستر برای شفاف سازی و حل تعارضه. مورد دیگه تمرکز بر مسئله، نه افراد. به جای سرزنش کردن افراد یا مقصر دونستن اونها، ریشه مسئله رو تحلیل کنید. مثلا به جای گفتن اینکه فلانی همیشه بی‌نظمه، سوال کنید چه چیزی باعث میشه کارها طبق برنامه پیش نره. مورد دیگه
تسهیلگری بی‌طرفانه. گاهی اوقات نقش شما به عنوان مدیر یا صاحب کسب و کار نه داوری بلکه تسهیل گفتگوه. با طرح سوالهای قدرتمند به طرفین کمک کنین خودشون به راه حل برسن. و مورد آخر، قراردادهای ارتباطی مشخص، ایجاد قوانین روشن برای همکاری مثل نحوه بازخورد دادن یا زمانبندی جلسات. اینها میتونه زمینه تعارض رو به حداقل برسونه. و در پایان، تعارض‌ها میتوانند پل‌های یادگیری و رشد باشند. اگر ما به جای سرکوب آنها را مدیریت و هدایت کنیم. مدیران و صاحبان کسب و کار بزرگ نه تنها از تعارض نمیترسند بلکه آن را به سکوی پرش برای تیمشون تبدیل میکنند. اگه شما هم با تعارض‌های سازمانی یا کسب و کار مواجه هستید، پیشنهاد میکنم به جای نادیده گرفتن با دیدی سیستمی و ذهنی باز به استقبال آن برید. و اگه نیاز به مشاوره یا کوچینگ یا آموزش در این زمینه داشتید، من در کنارتون هستم. تا اپیزود بعد با خودتون و تیمتون مهربون‌تر باشید. شرکت ایستگاه 7 همراه، همسو و همیار شما.